مقامات امور داخلی تاجیکستان میگویند طبق خلاصه های پیشکی سوختار در بازار سلطان کبیر از رسش ناقل های برقی سرزده است. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند هرچند این خلاصه نهایی نیست و تا چند روز دیگر کمیسیون داخلدار نتیجه های سنجش خود را اعلان میکند. با گذشت 2 روز هنوز هم از داخل دکانها باقی مانده سوختار و تجهیزات داخل آن را بیرون میکنند. اطراف بازار را کارمندان مقامات حفظ حقوق احاطه کردند و شخصان بیگانه را نمیگذارند که نزدیک شوند. مسئولان بازار سلطان کبیر هم به ما اجازه ندادند به بنا وارد شویم و یا با صاحبکاران صحبت نماییم. سلطان کبیر یکی از بازارهای بزرگ در پایتخت تاجیکستان شب 2 ایون آتش گرفت. مقامات گفتند که سوختار 4 ساعت ادامه یافت. مسئولان بازار هرچند میگویند 21 دکان آشیانه یکم به کام آتش رفته است، ولی به نظر میرسد آشیانه دوم بنا هم ضرر دیده است. در 4 طبقه این بنای 6 آشیانه فروشگاه و مرکز خدمت رسانی است و در 2 طبقه بالایی اساساً تاجران زندگی میکردند. مدیر بازار سلطان کبیر روز 3 ایون به رادیوی آزادی گفت به آنها 1 هفته مهلت دادند که مغازه‌های به کام آتش رفته را از نو برقرار کرده به صاحبکاران سپارند. صاحبکاران میگویند از سوختار بازار $10,000 ضرر دیدند، اما فعلا معلوم نیست که ضرر صاحبکاران از کدام حساب جبران کرده می شود. مولا رجب یوسفی، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه.